هنوز خبری آتش زده شدن یک ساکن شهر وحدت از طرف شوهرش هضم نشده، مقامات امور داخلی از بریده شدن گردن زنی جوانی در حدود ناحیه رودکی اطلاع دادند. مقامات گفتند که جسد زیاده علی و ساکن 23 ساله دهه قشتیپه ناحیه رودکی روز 21 نوامبر در حدود زمین‌های کارم دهه یکتوت پیدا شده است. یک منبع در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 26 نوامبر بر رادیو آزادی گفت خالمت قربانوف همسر سابق این زن با اتهام قتل او بازداشت گردید. زیاده یک سال پیش با این جوان ازدواج کرده پس از 39 روز زندگی طلاق گرفته است. با گفته همصحبت ما، خالمت پس از طلاق زیاده با نفر دیگر ازدواج میکند، ولی با بهانه تقسیم مال و ملک پس از 6 ماه دوباره با همسر سابقش رابطه میکند. ضمن بازپرسی جوانی بازداشت شده گفته است زیاده راضی شده است همچون همسر دوم با او بماند. پیوندان زیاده بر رادیو آزادی گفتند که این جوان پس از طلاق همیشه به کار و رفتار همسر سابقش دخالت داشت و او را نمیگذاشت زندگی نو بسازد. قربانبیر رزاق و یکی از پیوندان زیاده روز 26 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دختر قربانی بدجهلی و فریب همسر سابقش شد. روز 25 نوامبر مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که مردی 47 ساله ساکن شهر وحدت را با گمانی با بیرحمی مخصوص کشتن همسرش بازداشت کردند. در وزارت امور داخلی گفتند حادثه روز 26 اکتبر امسال رخ داد. با گفته مقامات چنین کشتارها دفعه‌های اخیر افزایش یافته است. از این پیشتر در ماه اکتبر مجید بردیف ساکن شهر استراوشن نیز همسر سابقش را با ضرب 19 کار در پیش چشم ساکنان به قتل رساند. سید امیر ولیزاده جامعه شناس تاجیک میگوید کشتار زنها از جانب مردان با بیرحمی مخصوص ریشه های اجتماعی دارد. از یک سو زیر فشارهای گوناگون که همه ریشه در فهمش پست و مشکلات اجتماعی دارد، خانواده ها از هم پاشیده، از طرف دیگر هنوز فرهنگ طلاق و با راه مسالمت آمیز از هم جدا شدن خانواده ها شکل نگرفته است.